اگر کسی نگوید گناه کرده است. امروز باید در و دیوار این شهر برای شعار فلسطین باید تکان میخورد. های دروغی به مغز ما کردن که آقا یه مسئله داخلی است مربوط به عرب و اسرائیل است. هدف مگه تنها همین است که یه دولت کوچکی در اونجا تشکیل بشه؟ و خیلی اشتباه کرد. اون میدوند که یه دولت کوچک بالاخره نمیتونه اونجا زندگی بکند. یه اسرائیل بزرگ دامنش از این طرف تا ایران خودمون هم شاید کشیده بشه. اگر پیغمبر اسلام زنده می بود امروز چه میکرد؟ والله و بالله من قسم میخورم که پیغمبر اکرم در قبر مقدسش امروز از یهود میلرزد. اگر حسین ابن علی بود بگو آقا اگر میخوای تو از من عزاداری بکنی، برای من سینه بزنی، برای من زنجیر بزنی، شعار امروز تو باید فلسطین باشد. شمر امروز موشه‌زایان است. شمر 1300 سال پیش